داستان خود را از بختیاری ها آغاز می کنیم. هلهله مرد بختیاری فرمان آغاز کوچ است. این فرمان سکون چادرها را در هم می پیچد. کوچ جستجوی چراگاه است برای رمه و گریز از بهمن زمستان و گرمای تابستان به سوی سرزمین هایی که پناهشان دهد. در پاییز به قشلاق می روند. زمانی بیش از 25 روز آنها را به دشت خوزستان می رساند. در ستیغ کوه ها گذرگاهی برای خود می سازند. در ژرفای سرزمینی که استوارانه بر آن گام می‌نهند ثروت‌هایی است ناپیدا و کشف آن نیازمند بازوی دانش و صنعت. کاوش نفت از آسمان، زمین، اینجا و آنجا آغاز می‌شود. ابزار یاری دهنده نفت کاوان از هلیکوپتر تا وسیله انفجار زمین همه به کارند. پس از ایجاد زلزله ساختگی، دستگاه لرزه‌نگار بود یا نبود لایه‌های نفت را محقق می‌سازد. این هیاهوی تمدن نو در چشم بختیاری پدیدار سازنده شگفتی نمی‌شود. احتیاط می‌کند اما وحشتی ندارد. به دستکاری‌های بشر بر چهره طبیعت آرام می‌نگرد و خودش را با زمانش آنگونه که هست آشنایی می‌دهد.